لعنت به تو بیاد نایکی. این سری پگاسوس 5 نایک تریله که میخوام بهتون کامل توضیحش بدم. ببین کتونی رو باید بدونی چیه، فقط برای قشنگیش نباید کتونی رو بخری. وقتی میری یه کتونی رو انتخاب بکنی باید با علم انتخاب بکنی، مثل اینکه داری یه خودرو میخری، مثل اینکه داری یک موبایل رو میخری، با آن همراه باش. اگه تو هم مثل من به تکنولوژی کفش و کتونی و لباس ورزشی علاقه داری، با من بمون تا این 6 تا تکنولوژی رو دونه دونه برای توضیح بدم. 15 تا از رنگ‌های پگاسوس 5 نایک تریل رو آخر همین ویدیو بهت نشون بدم، برای اینکه خودم شگفت زده شدم و باورم نمیشه یک برند 15 تا رنگ به این خوشگلی برای نایک تریل 5 پگاسوس گورتکسش در نظر گرفته باشه. واقعا حلالت باشه نایکی نامبر وانی در برندهای ورزش. خب حالا چرا انقدر پگاسوس 5 مورد توجه من قرار گرفت؟ اول اینکه این قیافه یک تریل نیست، یک کفش تریل نیست، یعنی کفش کوهنوردی و صخره و تپه و خاک و گل و اینا نیست. این برای رانینگ. لایه گورتکس روی کتونی باعث میشه شما به هیچ وجه کفشتون خیس نشه و به راحت توی بارون و توی شدیدترین آب‌ها میتونی قدم برداری. این در حالیه که استایل کتونی یه استایل ورزشیه و شما میتونی مثل یک دونده رانینگ در جاهایی که کاملا صعب العبور قدم برداری و لذت ببری. خب نایک تریل 5 پگاسوس رو خارجی هم خیلی مورد توجهشون قرار گرفته، هم به خاطر زیبایی و مهمتر از اون به خاطر تکنولوژی که داره. واترپروف گورتکس همون تکنولوژیه که نمیذاره کوچکترین قطره آبی وارد کفش شما بشه و از طرفی نمیذاره کفش شما و پای شما خفه بمونه، اما راحتی رو و خشک بودن رو برای پای شما برمقام میاره. ریاکت ایکس فوم همون لایه میانیه که ضربه و تکانه رو از پای شما میگیره، خودش جذب میکنه، اما انرژیشو به شما منتقل میکنه و باعث میشه شما سریعتر حرکت کنید. انرژی ریترن این فوق‌العاده است. این تمام انرژی ها رو میگیره و مثل اینه که یه نفر داره هولت میده رو به جلو، میگه برو بیشتر برو سریعتر برو. بگم قیمت این کتونی فعلا در سایت نایکی $180. یه تکنولوژی دیگه هم داریم ATC گریپ. این فوق‌العاده است. این یه چسبندگی به کف کتونی ایجاد میکنه و مثل اینه که شما داری روی سطح خیلی صاف حرکت میکنی. آل ترین هم که یعنی مناسب همه جاست، زمین خاکی، شیبدار، زمینایی که مرطوبن، دریاچه های کوچیک، همه جا. و در نهایت آس پیکو برای دور میکنه، میگه این تریل رانینگه، یعنی هم تریله و هم رانینگه، همون چیزی که من اول ویدیو گفتم و این فوق العاده است. از تکنولوژیاش که بگذریم، ترکیب رنگو انقدر جذابه، رنگای لایت و رنگای شارپ انقدر درست و به اندازه استفاده شده که توی 15 تا رنگی که براتون میذارم هیچ کدوم چشم منو اذیت نمیکنه. هیچ کدومو نمیگم چرا انقدر این یه دونه چرا انقدر زیاده، وای این چرا انقدر کمه. همه چی به اندازه، برای همه سلیقه‌ها. کسی که مشکی پسنده، کسی که دوست داره از رنگای لایت استفاده کنه، کسی که دوست داره ترکیب این دو تا استفاده بکنه. و نمیدونم چجوری بهت بگم که 15 تا رنگ یک محصول رو من دوست داشته باشم. واقعا به نظرم ترکیب بندی رنگاش فوق‌العاده است و تمام آپشن هایی که میتونسته یک برند در یک کتونی رانینگ یا تریل رانینگ بذاره، به نظرم در پگاسوس 5 در واقع این کتونی تریل رانینگه، یعنی یک کفشیه که مخصوص دویدن در طبیعت، کوه، جنگل، مسیرهای خاکی یا حتی بیراه است و این به نظرم فوق‌العاده است.